دعوای بین خانوم و آقا وقتی پیش میاد بچه ها، ما دو مدل آقا داریم. خب یک مدل آقا اینجوریه که نقشه میکشه، میگه که من اینو بکنمش بلکه آروم شه. نه، یا یه مدل آقا داریم که آرومت میکنه، قانعت میکنه، ولی بعدش بازم میکنتت. آره آقایون تنها چیزی که دغدغه‌شونه اینه. یعنی بحث از کجا شروع شد، دعوا از کجا شروع شد، اصلا به تخمشون نیستش که. یعنی فکر میکنن که سالارشون مثل دارو میمونه، مثل داروی آرام بخش میمونه. فکر میکنن اگر شما رو موقع دعوا بکنن شما یا آروم میشی یا اینا. نه، اینجوری نی. خانوم موقع دعوا داره به این فکر میکنه که من به این خارکسته ندم بلکه آدم بشه. شما به این فکر میکنی که من بکنمش آروم بشه. ریدم تو فکرت آقایی. آره دادا، ریدم تو فکرت. اصلا